الدین النصیحه، کلمه خیر با نیت خیر، با قدم خیر، با حرف خیر، با تلاش خیر دست کم نگیرید. هدف سر مش گرفتن نیست. اون از تو بهتره، تو از اون بدتری نیست. اون کسی که سخنرانی میکنه بهشتیه، اون کسی که شما هستید حتما خلافکارید، حتما مقصرید، حتما خطاکارید که نیاز به نصیحت دارید. اینطوری نیست. نمیدونم که به گفته حکیم عرب میگه یظن الناس بی خیرا و اینی لشر الناس ان لم تعف عنی. ترجمهش چیه؟ میگه همه مردم نظر خیر به من دارن، اما خدایا من بدترین مردمم اگر تو به من رحم نکنید. خدا باید به آدم رحم بکنه. رحم خدا باید طلبید. اگر تشنمون شد آب خنک میطلبیم، شربت میطلبیم تا خنک بشیم. رحم خدا رو باید طلبید. تشنگی به دست نداده؟ احساس کمبود نکردید؟ احساس نکردید باید دوباره خدایی که از زندگی بیرون کردی، از درون بیرون کردی، خدا از خانوادت بیرون کردی، از شرکت و تجارتت و از محل کارت و از برنامه زندگیت حذفش کردید، احساس کمبود نمی کنی؟ این احساس کمبود به دست نداده که دوباره باید خدا رو بر بگردونید؟ خداوند منتظر یک اشاره است. در روایات آمده که خداوند 1/3 مانده به آخر شب میاد به آسمان دنیا. ینزل ربکم الی السماء الدنیا فی الثلث الاخیر من اللیل. میاد نزدیک میشه. میگه آیا کسی هست که استغفار بکنه؟ آیا کسی هست که سوالی داشته باشد؟ مسئلتی داشته باشد؟ آیا کسی هست که طلبی بکند، دعایی بکند من اجابت بکنم؟ هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع، هل من سائل. خدای به این مهربانی داریم. روگردان نشویم که خودمون ضرر میکنیم. امشب مجلس بسیار ارزشمند و مبارکی است و فرشتگان خدا حلقه زدن تا عرش خداوند و احساس خرسندی میکنند. در این گوشه از استان هرمزگان بعضی از دوستان از زراباد آمدن، شنیدن که امشب مجلس خیری است، جلسه عروسی است که 5 تا داماد با هم جمع شدن، صحبت دینی می شود. از زراباد آمده با اون امکانات ضعیفی که تو منطقه هست، ولی همت بلند، از همه طرف آمدن. ما وقتی وارد شدیم دست خواهرها می آمدن. کجا میرن؟ میخواهند اونها هم دوش برادرانشون کلام خدا و رسول خدا را بشنوند. نماز جمعه که مساجد خیلی کوچکه، جایی برای خواهران نیست که بیان تو روز جمعه استفاده ببرن. دعا بکنید هر چه زودتر مسجد جامع سیریک انشاءالله راه اندازی بشه، کار ساختمانی شروع بشه و اگر شروع شد خواهرها هم تلاشون هزینه بکنن، بدن یک علنگو، بدن یک انگشتر گوشواره. خدا طلا رو بر میگردونه، ولی ایمان اگه پرواز کرد خیلی مشکل برگشتش. اما طلا بارها شده که دزدیده گم شده، دوباره طلا پیدا شده، دوباره طلا خریداری شده، دوباره علنگو رو دست کرده، شاخ شده، تو دستاش تنگ شده، وقتی مرده با قیچی و انبردست علنگوها رو چیدن و در آوردن. طلا که درست نیست با زن دفن بشود. بازا هر آنچه هستی بازا، اگر بیایی در بازه، اگر نیایی خدا بی نیازه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. ای مردم شما به درگاه خدا فقیرید، الله غنی حمید است، غنای مطلق. تابستون فرصت خیلی خوبی است.
دیداری که در روستای گناری هم داشتیم با همدیگه در منطقه گاونمردی، اون جلسه هم جلسه مبارکی بود. به من که خیلی خوش گذشت، چون اولین باری بود که رفتم تو اون منطقه و هم از شرمندگی اون عزیزان در آمدم و هم دیدار دوستانه و خداپسندانه با برادرها و خواهرای علاقمند و دیندار تو اون هوای گرم. ولی عشق اگر باشد، بعد از اون دیگه مهم نیست چی باشد، همه چیزو معتدل میکنه، تلطیف میکنه. امشب هم این مجلس پرخیر و برکت، تابستان فصل پر کردن اوقات فراغت، سیریک مرکز هست، قطب هست توی این منطقه و الان الحمدلله فرهنگ سبقت در درس خوندن و قبول شدن دانشگاه و رتبه آوردن، الان انگیزه ها ایجاد شده، الگوها ایجاد شده. فکر میکنم حدوداً 6-7 سال پیش آمار قبولی دانشجوهای بخش بیابان شاید به 10 نفر نمیرسید، ولی الان به 250 و 300 میرسه در سال. و خیلی از این قشری که دانشگاه قبول میشن شاید بیشترینشون دختر هستن و خواهر هستن. اگر اشتباه نکنم خانم بنار بود یا یکی از خواهرها بود، زمانی که آقای فرشیدی توی این منطقه بود، خدا یارش باشه، الان خمیره. این خواهرمون با تعدادی از خواهرای دیگه و مسئولین میگفتن که وقتی خواستیم شبانه روزی راهنمایی شبانه روزی دخترانه رو راه اندازی بکنیم، میگه میرفتیم تو روستاها، تو خونه ها که قانعشون بکنیم دخترشون رو بفرستن شبانه روزی، که هم از نظر آداب، معاشرت، بهداشت، سواد، علم، اخلاق، اجتماعی بودن. میگفت رفتیم تو خانه ها باشن صحبت میکردیم که قانع بکنیم پدر و مادر. میدیدیم که دختر از پشت ستون فرار میکرد، مادر از اون طرف بچه‌شو فرار میداد. میگه به زور 20 نفر یا کم و بیش پیدا کردیم سال اول. سال دوم میگه نزدیک 80 نفر یا 100-120 نفر آمدن. دیگه نتونستیم تحویل بگیریم. اگر بر بگردیم به چند سال پیش تو همین بخش بیابان، دیگه بریم جاسکو، اون طرف جاسکو، شرق جاسکو، دیگه قابل مقایسه نیست. تا چند سال پیش اصلا ما معلم زن از بومی همین منطقه نداشتیم، امروز داریم. حتی معلمینی داریم، مدیرانی داریم که هم حافظ قرآنن، هم مدیر یک مدرسه دخترانن، یا مسئول خوابگاهی هستن، یا حافظ قرآن دانشگاه قبول شده. تا دلت بخواد توی این منطقه داریم. پس زمینه الحمدلله فراهم شده. از اون طرف مدرسه دینی، جناب آقای اسماعیلی میگفت، شیخ اسماعیلی میگفت یه تقدیر و تشکر بکن از مردم. میگو امسال تابستون کلاس هایی که برای دبیرستانی ها گذاشتیم تو حوزه تو مدرسه دینی، امسال خیلی استقبال، 80 نفر میگفتید دیگه، به اضافه خواهرها، که قرار شده انشالله چه اگر بتونن هر سال این 2 ماه مدرسه رو فعال بکنن. مدرسه دینی شیخ زیایی که 4 سال پیش توسط خالاشه، خواهرها خالاشه رو میشناسن، مادر خیلی از دخترای شماست، دختراتون رو تحویل دادید از همین گروک و از همین سیریک و از همین منطقه، و با 40 نفر تو مدرسه شیخ زیایی از دخترانه شروع کرد تابستون، دختران دبیرستانی. ظرف 5 سال یا 4 سال امسال تعدادشون به 300 نفر رسیده، به اضافه برادرها. اون فقط از خواهرها شروع کرد 4 سال پیش، 5 سال پیش. امسال رسیده تعدادشون، سال گذشته 215 نفر بودن، حدوداً 50 تا برادر.
ولی امسال رسیده تعدادشون به 300 نفر. 100 نفر هم دیگه پذیرش نشدن. حتما آمار مکتبخانه ها که تو مراسم قبلی دادم که چقدر رشد بوده، چقدر مردم این منطقه بچه هاشونو به طرف مکتبخانه میفرستن. فقط تو بخش بیابان نزدیک 3000 دانش آموز تو مکتبخانه ها شرکت کرده. 3000 دانش آموز از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، همه شرکت کردن. آمار جاسکم 4000 نفر. برو کلگرم، کرگن و کلاهی و مینا و همطور برو. باید این رشد باشد. اگر ما خواهان رشد و توانمندی در جامعه فقط تو بخش بیابان نزدیک 3000 دانش آموز تو مکتبخانه ها شرکت کرده. 3000 دانش آموز از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، همه شرکت کردن. آمار جاسکم 4000 نفر. برو کلگرم، کرگن و کلاهی و مینا و همطور برو. باید این رشد باشد. اگر ما خواهان رشد و توانمندی در جامعه هستیم، باید انگیزه ها را برای عالم شدن، هم عالم دین و هم عالم دنیا. اونه که عالم دنیاست کار دینی بکنه، بگه این فضل خداست، این وظیفه است که من با علم دنیا، علم کشاورزی، الان سد جگین راه افتاده. قدیم میگفتیم که این منطقه آب نداره، الان سد جگین راه افتاده. اگه اشتباه نکنم 350 میلیون متر مکعب یا 600 میلیون، من نمیدونم، حالا خیلی وقت پیش دوستان بهم گفتن. ولی حتی اگه 350 میلیون متر مکعب آب باشه، امسال سرازیر شده، آب لبریز شده. گفتن باید چند متر دوباره سد رو ببرن بالا. چند هزار متر دولت اختصاص داده زمین پشت سد برای کشاورزی. چند هزار متر؟ 400,000 هکتار. 400,000 هکتار برای سد جگین دولت اختصاص داده زمین برای کشاورزی. حالا کجاست مهندس کشاورزی؟ حالا مهندس کشاورزی لازمه برای هر جاسکی و بومی اون منطقه. سهم، هر سهمی 500,000 تومان میتونه سهیم باشه تو این زمین ها، این اشتغال. حالا کجاست مهندس و دکتر؟ کجاست متخصص؟ کجاست اون کسی که درس خونده؟ زمین حاصل خیز. سفر رئیس جمهور به جاز، همین سفر اخیرش، دوستان تعریف میکردن، میگو وقتی رئیس جمهور میخواست بیاد جاز، شورا و بزرگان قوم و ریشسفیدا و علما همه نشست داشتن با هم که چه تقاضایی از رئیس جمهور بطلبیم. جاسک، شرق جاز که تا دیروز دست تو خاک می آوردن، جواناشون بازی میکردن، نمیدونستن باید چه کار بکنن، با خاک بازی میکردن، خونه میکشیدن، فلان میکردن با انگشتانشون، و تو صحرا همینجور رها شده بودن بدون نعلین و بدون هدف تو کوه ها میچرخیدن. امروز برید ببینید شبانه روزی برادر بزرگوارمون آقای علی خلیفه در گابریک بیمارستان درست کرده، یه ماشین خریده برای پزشک زیر پاش باشه. منطقه بیابان هم خیر داره، همه جا خیر هست. همینطوری که ذهن بچه ها رو باید تحریک بکنیم تا درس بخونن، دل و ذهن تجار هم باید تحریک بکنیم تا انفاق بکنن. علی خلیفه هر سال زکات میفرستاد برای اهل گابریک، برای قوم خویشش. یه نفر بهش گفت که تو داری گداپروری میکنید، سال 100,000 تومان برای هر خانواده میفرستید. گفت پس چه کار میکنم؟ اینا اهل وطن من، اهل محل من، اهل روستا من، زادگاه همونجا بوده، خدا به من پول داده. گفت شیخ علی، مردم خودتو گدا بار میارید و تنبل، سالی 100,000 تومان. گفت چه کار کنم؟ گفت بیا اشتغال ایجاد کن. گفت باشه، برای هر 2 خانواده یا 3 خانواده 1 قایق موتور
با مجوز صیادی با تورش برن صیادی. هرچی درآمدش سهم 2 خانواده. تعدادی که نتونستن برن دریا گفت این باغ موز، برن کار کنن. حالا هم خدا گفت این آب، دولت هم گفت این سد. حالا مهندس کجاست؟ شبانه روزی زده راهنمایی و دبیرستان، دخترانه و پسرانه. تو یک مدرسهش فقط 150 تا دانش آموزه. نماز جماعتشون فوت نمیشه. بعضی دانش آموزه روزه پنجشنبه دوشنبه هم هستن. مدیر خوب دارن. همون بچه‌ای که تا دیروز دست تو خاک می آورد امروز تو آزمایشگاه داره آزمایش میکنه. همون خاک رو داره آزمایش میکنه. و ما از شبانه روزی ها خیر دیدیم. اونهایی که رفتن تو شبانه روزی مدیر خوب داشتن، معلمین خوب داشتن، دانشگاهشون تضمین بوده. میدونی خواسته مردم از رئیس جمهور چه بود؟ همه با هم نشستن با رئیس جمهور صحبت کردن. رئیس جمهور بهشون گفت فقط شما یک خواسته بطلبید، خواسته دوم نه. گفتن خواستتون چیه؟ از پیش آماده کرده بودن. گفتن جناب رئیس جمهور 80 ساله که در جاست مدرسه دولتی تأسیس شده. 80 سال هنوز یک پزشک عمومی از خودمان نداریم. 80 سال پیش کلنگ اولین مدرسه تو جاست زده شده. 80 سال گذشته هنوز یک پزشک نداریم. به ما سهمیه پزشکی بده خارج از نوبت. رئیس جمهور گفت باشه. 30 تا سهمیه پزشکی بهشون داد. 32 تا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. 32 تا سهمیه پزشکی بهشون داد. بهشون 2 سال هم فرصت داده زمان. گفته ظرف 2 سال اگه جذب کردی، اگه نه سهمیتون چه باطل شد. چند روز پیشی که از دوستانشون دیدم از همون منطقه گفتم چه کار کردن؟ به کجا رسیدی؟ گفت حالا سال اول که خیلی امید نداریم، برای سال آینده 3-4 تای آماده و مستعد هستن. امید هست که نمره هاشون رو بیارن. اگه 3 تا هم قبول بشن نعمته. به عنوان الگو که جاسکی که تا دیروز دست و خاک می آورده امروز پزشک شده. و سیریکی هم امروز اون تعصب کوری که بود برای تحصیل دخترها امروز کنار گذاشته شده. امروز اون فرهنگ ایجاد شده که مادر باید سواد دنیا و آخرت و دین داشته باشه، هر دوتا داشته باشه تا بتونه بچه خوب و نسل آینده رو تربیت بکنه. مادر امانت داره و امانت دار باید آگاه و بیدار و عالم باشه. اگر مادر امانت دار نباشه پس کوچه و بازار که امانت دار نیست. مادر و زن امانت دار مرده و امانت دار خداست و امانت دار امت محمده صلی الله علیه و سلم. مادرها بفهمید که شما امانت دار امت محمدید. سربازان امت محمد به عنوان امانت 9 ماه و 9 روز تو شکمای شما بودن و بعد 2 سالم از شیر شما نوشیدن و 8 سال 8 سال 10 سالم در دامان شما تربیت شدن. از شما امانت دارید. ظلم که مادر چلیمی باشد. از یک مادر قلیونی چه انتظاری هست؟ این کدوم امانتی است؟ 1 ماه پیش من تو دانشگاه علوم پزشکی بودم، تو دفتر آقای فرشیدی. میگفت آماری که گرفته شده در کل کشور استان هرمزگان در قلیون کشی زنها حرف اولو میزنند. میگه ما در استان هرمزگان بین 15 تا 20% زن قلیونی داریم. خیلی وحشتناک، خنده نداره. میگفت این آمار در کل کشور رتبه اولو داره. 20% زن قلیونی در هرمزگان. خواهرها همت بکنن همین امشب قلیونا رو بزنن به زمین. تو امانت دارید. حیفه. فکر میکنم 2 سال پیش یک سفری به یکی از روستاهای اطراف میناب داشتیم. اختتامیه مکتب خونه ها بود. بعد از ساعتهای 10-11 خواهرم هم همراهم بود، خالاشه. گفت بریم که خواهرها تو محوطه یک خانه نشستن منتظرن یه سلام علیکی بهشون بکنید. گفتم بریم. رفتیم اونجا، صحبت از عمره شد، از تأثیر خواهر رو
حرکت جامعه، تاثیر مثبت یک مادر و یک زن. و بعد گفتم که الان دارن ثبت نام عمره میکنن، با 400,000 تومان شما میتونی بری عمره. اکثر زنها گفتن شیخ حالا ما 400,000 تومان از کجا پول بیاریم که بریم ثبت نام عمره بکنیم؟ همه کلامشون همین بود. 400,000 تومان. این صحبت از فکر میکنم 4 سال پیش باشه، 2 سال بیشتره. گفت ما 400,000 تومان نداریم شیخ که بریم ثبت نام عمره بکنیم خانه خدا رو ببینیم. گفتم ندارید؟ من ثابت میکنم که شما دارید، ولی شما راست بگید به من. گفتم تو این جمعی که 100 نفرید زن قلیونی داریم؟ کسی هست که چلیم بکشه، قلیون بکشه؟ از پیرزنش تا جوانش همه خندیدن. گفتم بله چلیم همه میکشن. حساب کردیم